با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز، امروز 11 ایون است. من مومین احمدی با شما هستم. با سرخط خبرهای برنامه توجه کنید. آلمان به یک پناهجوی تاجیک گفته است اثبات کند که در تاجیکستان شکنجه و زندانی می شود وگرنه اخراجش می کنند. نیروگاه راغون و سرنوشت آنهایی که زادگاهشان زیر آبی آبانباری این نیروگاه میماند. وعده کردند که 26 زمین چیتون لیکن برای اون کارشکا پاشکا کوریان ندادن. اگه بچه همون زمین ندادن. امریکا دوباره به ایران حمله کرد. ایران گفته است که پایگاه‌های نظامی امریکایی در خاور میانه را موشکباران کرده است. دادگاه آلمان به یک پناهجوی بازداشت شده تاجیک گفته است اگر اثبات کند که با او در دوشنبه عذاب و شکنجه و زندان تهدید می‌کند از این کشور راندن نخواهد شد. اسدالله بابایفی 54 ساله را روزی 8 میلیون در شهر کرایس کلیویو دستگیر کردند و برای باقی ماندن در اروپا تا 1 ایول فرصت دادند. خدمات مهاجرتی آلمان او را برای مشکل در سند اقامتش بازداشت کرده است. خودش میگوید به تاجیکستان فرستادن او درست نیست چون احتمال مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد. اسدالله بابایف روزی 9 ایون گفت عضو جنبش اصلاحات و رشد یک سازمان مخالف حکومت است و در دوشنبه به ضد او با گمان تندگرایی پرونده باز کردند. اسدالله بابایف سال 2017 همراه عائله‌اش به آلمان رفته است. در چند سال اخیر ده‌ها پناهجو از کشورهای اروپایی به تاجیکستان اخراج شدند. و امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه سهامداران نیروگاه برقی آبی راغون برگزار شد که عظیمترین انشاءات تاجیکستان به حساب می رود. این نیروگاه عظیم قرار است تاجیکستان را از چنگال نارسایی نیروی برق رها کند و به فروشنده آن تبدیل دهد. این زمان سالهای درباره ساختمان و هم پرداخت جبران به آنهایی که خانه‌هایشان زیر آب میماند زیادتر می شود. گزارشی را در این باره همراه می بینیم. دریای وخش این همه 400 میگیم همینجا جایگیر 2 کیلومتر زیادتر این ما پایان حالتی که آبانبار شود این آب دره حکیمی اینجا هست که این آب ده میخره به پایین قشل خورو میاد ممکنه بین یک هفته ده همه این برام. خاندان مقیم حسنف ساکن 75 ساله دهی حکیمی ناحیه نورآباد قرار است خانه ای را که چند نسل اینجا زیسته است ترک کنند. زیرا با بنیاد آبانبار راغون دههشان زیر آب خواهند ماند. برای آنها در دهه سبیستان ناحیه فیض‌آباد زمین دادند ولی میگوید برای بنیاد منزل کمکشون نکردند و جبران پولی خانه و باغ‌هایشون طی سالها بی قرب گشته است. به قبل او سالها پیش مقامات به محل زیستشان آمده منزلشون را نرخ‌گذاری کردند ولی نمیداند حجم مبلغ چند است و چرا تا حال آن را نمیدهند. و برای حل این مشکل به دوشنبه به مؤسسه دولتی مدیریت منطقوی زیر آب شونده راغون آمده بوده است ولی میگوید در این اداره قبولش نکردند. در این اداره در صحبتی بدون صد به رادیو آزادی گفتند زمانی که این مرد آمده بود نزد رهبرشون مهمانی بوده است. ما یگام سوم هولی گرفتگی نیستیم اگه به نفقه ساختمان کهن میشه. بعد ایمامو که وقتی که ساختمان‌های ما رو به حساب گرفتن و مبلغ جدا کردن این خیلی قیمتی نبود. از اون جمله مسئله ساختمان به این درجه نبود. حاضر به درجه نرخش گرونه که یا تخته که پیشتر هم تخته 50 میشه و 150 تومان. زنبور پروری، چارواداری و کشت کارتوشک منبع اساسی درآمد و زندگیشان بوده است. میگوید ضرورت بنیاد نیروگاه و مهاجر شدنشان را درک میکنند ولی بی توجهی مقامات در تأمین شرایط برای کوچیدن و ادامه زندگی در جای دیگر آنها را نگران کرده است. به قبل اون نامعینی ها در روند مهاجرت نقشه های آنها را در زندگی به هم زده است و نمیداند چنین تشویش هایشان کی به پایان میرسد. استر مورا میخیدن بسیار خوب بود. برای که نه در اینجا که کار کم میده نه در اونجاش نمیشن. اینجا ساختمان کنی نمیدونم اگر یک جای دستشویی ساز کنی میگن که اینجا منطقه زیر آبی ممکن نیست. اینجا نمیتونی. اونجا ده مبلغ نیست که ما بریم یکم چی بکنیم. برخی از آنهایی که 12 سال پیش از منطقه آبانبار کوچانده شدند میگویند در جای نه با مشکلی ها روبرو هستند. این دهه‌ای را که در پهلوی دوشنبه جایگیر است راغونیان
نام میبرند. ساکنانش سال 2014 از دهه 400 نورآباد به اینجا کوچانده شدند، زیرا منزلهایشان در مکانی بود است که با بنیاد نیروگاه راغون زیر آب میمانده است. وعده کردند که 26 سوتق زمین چیتو میتن برای اون کارشکا پاشکا کوریان ندادن. اگه بچه‌هام را زمین ندادن. برای بنیاد آبانبار راغون به اطلاع رسمی باید بیش از 50,000 نفر از 69 محل اهالی نشین در شهر راغون و ناحیه‌های رشت و نورآباد کوچانیده شوند. ماه آگوست سال گذشته پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با بیناکاران راغون گفت تا حالا 15,400 نفر از ناحیه نورآباد و شهر راغون در ناحیه‌های دنقره، نورآباد، رودکی، فیض‌آباد و شهرهای ترسونزاده و راغون با منزل زیست و قطعه‌های زمین نزد حولگی تامین گردیدند. به نظر یوگنی سیمونوف، کارشناس اکولوژی، بانک‌های سرمایه‌گذار به راغون مسئله زیست محیطی و اجتماعی را نیز باید به اینابت گیرند. در برابر نگرانی ها از شیوه کوچانیدن و سالها معلق ماندن وضع هزاران خانواده، سالهای اخیر کشال یافتن ساختمان و افزایش خرج آن یک جا با استفاده درست و شفاف مبلغ‌ها در ساختمان راغون سوال برانگیز شده است. بیننده گرامی، گزارش مفصل را در این باره به زودی در وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود که ببینید. نیروهای آمریکا روز چهارشنبه 10 ایون خبر دادند که ایالات متحده شب گذشته به چند هدف در خاک ایران ضربه‌های نو زده است. همزمان رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داد که اگر سازش صلح با ایران به دست نیاید، حمله‌ها باز هم سخت‌تر خواهند شد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرگزاری رویترز که همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. نیروهای آمریکا شب 10 ایون چند هدف را در ایران بمباران کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور روز چهارشنبه گفت در صورت حاصل نشدن سازش صلح به ایران ضربه‌های بیشتر می‌زنند. ما با آنها حمله خواهیم کرد و این حمله‌ها بسیار کوبنده خواهند بود. فرمانده مرکزی نیروی مسلح آمریکا روز چهارشنبه در یک بیانیه گفت که عملیات وقتی بامداد تهران به پایان رسید. در این بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس آمده است هدف‌ها سیستم‌های نظارت نظامی، سامانه‌های مخابراتی و دفاع هوایی در سراسر ایران بودند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هنگام صحبت با خبرنگاران در ایالت فلوریدا گفت حمله‌ها تلاش برای مجبور کردن ایران به سازش و پایان دادن به مناقشه بودند. اگر لازم باشد که با بمب گفتگو کنیم، ما با بمب گفتگو خواهیم کرد و ما این کار را بسیار خوب می‌توانیم. رسانه‌های ایران از صدای ترکش‌ها در چند شهر کشور گزارش دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه گفت در پاسخ به حمله‌ها به 18 تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی کویت و بحرین ضربه زده است. ایران همچنین هشدار داد هر کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز دارد هدف قرار می‌دهد. رسانه‌های ایرانی از حمله به 2 کشتی و به تمام بسته شدن تنگه هرمز خبر دادند. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا بسته شدن هرمز را رد کرد و گفت با وجود تهدیدهای ایران کشتی‌های تجارتی عبور از این آبراه را ادامه می‌دهند. عین زمان در لبنان درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله گروه تحت حمایت ایران ادامه دارد. مقامات لبنان تصدیق کردند که در پی حمله‌های هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه در جنوب لبنان چند نفر جان باختند. یک روز پس از این ارتش اسرائیل گفت که 2 موشک در نزدیکی محل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. با زیادتر شدن استفاده از پهپادها در جنگ روسیه در اوکراین در این کشور راه‌های مقابله با این ابزارهای پیشرفته جنگی را پیش گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی در اوکراین یک گروهی از نظامیان این کشور را همراهی کرد که کارشان فقط محو پهپادها یا به هم زدن پرواز آنها در مناطق جنگی است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند. اینجا در نزدیکی کراماتورسک است. پهپادها از آن سمت می‌آیند. واحدهای پلیس از همین جا به سرنشین‌های نوعی FPV را شناخته از حمله آنها به شهر پیشگیری می‌کنند. خبرنگاران آزادی کاری پلیس ضد پهپاد را نظارت می‌کنند.
бесарнишинҳои русӣ аз ин самти канори шаҳри Краматорски вилояти Донецки Украина барои ҳамла ба ҳадафҳои мулкиву ҳарбӣ зиёд истифода мекунанд. Тут делянка напружена. اینجا نقطه داغ است. درون‌های با نخ‌های اپتیکی اداره شونده از اینجا زیاد می‌گذرند. ما کوشش می‌کنیم پیش راهشان را بگیریم تا به شهر نرسند. آنها بیشتر راه‌های تامینات، ماشین‌های بارکش، مؤسسه‌های حربی و شهروندی را ضربه می‌زنند. Услышали FPV. ماموران پلیس یک پهپادی را تشخیص کردند که به سمت شهر می‌رود. آنها موقع می‌گیرند. Полицейские выходят на позицию. паҳпод самташро иваз мекунад, ходимони полис ҳам тағйири макон мекунанд. онҳо либоси муҳофизатӣ пӯшиданд. онҳо мегӯянд силоҳҳои бесарнишин бо тирҳои зиёде мусаллаҳ шуданд то хисороти бештар расонанд. روس‌ها پهپادها را مسلح می‌کنند تا که ماشین و آدمان را اصابت کنند. یک تیر این سلاح می‌تواند به شیشه ماشین یا سر یک انسان برسد. бо он ки дар канораҳои Краматорск ҷанги паҳподҳо давом дорад, мардуми шаҳр ҳаёти маъмулиро пеш мебарад. یک تفاوت سخت دیده می‌شود. گویا همه چیز آرام است ولی آن سوی راه ماشین‌ها به کامی آتش می‌روند. Краматорск дар 15 километри хатти ҷабҳа аст. полис гуфт ҳамлаи русҳо ҳафтаҳои охир пуршиддат шудааст. оғози моҳи май артиши русия 3 бомбаи ҳидоятшавандаро ба маркази шаҳр партофт. 6 кас куштаву 13 нафар захмӣ шуданд. полис мегӯяд агар аз паҳподҳо ҳамарӯза пешгирӣ нашавад, Краматорск ба як даҳшат табдил мешавад. ما دیدیم که در 2 ساعت از اینجا تا 7 پهپاد گذشته است. 3 تاش را محو کردیم، دیگرها سمت را عوض کردند. Вони по різним позиціям розлетілися. Валера, прямо над вами! батальони полиси зидди паҳпод гуфт дар камтар аз 5 моҳи кораш 5000 паҳподро нобуд кардааст. баъди рафтани хабарнигорон аз ҳамлаи як паҳподи дигар пешгирӣ карданд. در ترکمنستان آزمون اسب زیبا برگزار شد و به صاحبان زیباترین اسب جایزه دادند. رهبر این کشور قربانگلی بردی محمدوف از زمانی سر قدرت آمدن اسب را به یک جانور مقدس تبدیل داده است. زود عکس و نوارهای رهبر خودکامه ترکمنستان و پسرش که رسما پرزیدنت کشور است سواری اسب نشر می شود. همکارم کیمرسی عطا گزارش می‌دهد. در ترکمنستان آزمون زیباترین بانو نیست ولی حتما آزمون زیباترین اسب برگزار می شود. مراسم پرده‌برداری از مجسمه گران قیمت اسب در ترکمنستان. اینجا در اشقابات پایتخت ترکمنستان آزمون زیباترین اسب را برگزار کردند. به صاحبان اسبان زیبا جایزه دادند. اسب نو اخالتکا در ترکمنستان ظاهراً به یک جانور مقدس تبدیل یافته است. در ترکمنستان از ابتدا اسب یک عضو خانواده دانسته می شد و در ما مسئله هست که اگر صبح از خواب برخاستی اول به پدرت رسیدگی کن، دوم به اسب خوراک بده و بعدا به زن و کودکانت. پرستش اسب اخالتکا پس از سر قدرت آمدن قربانقلی بردی محمدوف در سال 2007 رسم شد. بردی محمدوف که حالا با پسرش این کشور آسیای مرکزی را با سیاست‌های سختگیرانه اداره می‌کنند، عاشق اسبند. در هر گوشه و کنار ترکمنستان